ولی این نیست. اسمشو گذاشتم اگه همینو. آره فلسفه‌ش هم فکر کنم میدونی دیگه، به خاطر اینکه اصلا با خودت و با خیلیا که حرف میزدم دوستام و اینا همیشه توی بحثا میگفتن که اگه همین بحثی که داریم میکنیم و پادکست کنیم میدونی چقدر خوب میشه، چقدر گوش میدن، و خواستم این نظریه رو بررسی کنم ببینم واقعا اگه همینو پادکست کنیم جالب میشه یا نه، که خب الان داریم این کار میکنیم دیگه. اسم برازندگی من که داستانشون میدونم برام جالبه. آره خیلی خیلی من و تو با هم صحبت کردیم، مثلا پای تلفن میگفتم همین تماس رو ریکورد کنیم، خودت تو میگفتی یا من میگفتم که اگه همین رو ریکورد کنیم بذاریم خیلی جالب میشه، یا شاید هم نمیدونم فقط برای خودمون شاید جالبه دیگه، ببینیم فیدبک ها رو بعدا میگیریم متوجه میشیم. اولین نفر کی بهت گفت صحبت تو پادکست کن؟ خیلی قدیمیه، یه دوستی داشتم رضا مثلا خیلی با اون حرف میزدیم اینو میگفتن، یه دوست دیگه داشتم کسرا، خیلی خیلی مثلا سال 2016 17 این از اون موقعا که دیگه پادکست تو ایران خیلی گرفت، یا میگفتن مثلا زندگیمون رو مثلا یوتیوب کنین، ولاگ کنین و اینا، خیلی مثلا کارهایی که میکنیم میگه، خیلی البته فکر کنم تو جمعای خودشون اینو میگن. حالا من خواستم این نظریه رو امتحان کنم دیگه، مدل پادکستشو ببینیم حرفمون جالب هست یا نه. چی شد همین امروز یهو تصمیم گرفتی که حقیقتا اولا که امروز نبود، یه هفته‌ای بود، میتونم به اسم هفته پادکست بر خودم نامگذاریش کنم. من خیلی دوست داشتم، همیشه خیلی گنگ و محو بود این ایده برای من، دوست داشتم این کارو بکنم، ولی پادکست خودکست رو باهاش آشنا شدم، همین کومانینا، ایمان و کوروش، بعد خیلی حال کردم با پادکستشون و مدل حرف زدنشون و اینا و کوالیتی کارشون، همینطور خیلی به سرم زد که خب منم شروع کنم دیگه، یعنی یه جورایی الهام بخش شد و از اونجا تصمیم گرفتم و خیلی یهویی دیدی چقدر شد، فکر کنم کمتر از یه هفته از روزی که گفتم میخوام پادکست درست کنم تا الان رفتم دیگه یه سری لوازم خریدم، خیلی هم بیسیک، یه استودیو کوچولو راه انداختیم، همونطوری که میبینیم هنوز اینترفیس هم نداره سیستمون، ولی خب همینجوری گفتم شروع کنم تا ببینیم بعدش چی میشه دیگه. خیلی هم عالی. جناب شما قصد نداری با ویدیو شروع کنی نه؟ ویدیو رو نه، شاید بعدن. دیدی دیگه چقدر دردسر داشتیم، خیلی خیلی ستاپ و هزینه و اینا داشت به نظرم و برای استارتش گفتم حداقل الان اینجوری شروع کنیم بعدن بریم برای ویدیو. یه جوری انگار داری از من مصاحبه میگیری. آره خودم هم حس کردم انگار من مهمونه برنامه‌ام.